عاشق ماشق نشدید بیشی تو عاشقی 12 کوک خورده. خب 12 کوک خورده بس ایشی اون جاگش منده. ما از رای پاکستان که ما دید غزنی تنها خانی ما میز نمودیم رفتیم دو خانه امدان دروازه مرا روی ندادن هیچ کس. خب 10 سالونش که اومدم این مرا دید یک دفعه گفت که تو برای چی هم دید کدام حقم دید ترکی گفته در خانه ازم بی بگو مگو بازم گفتگو شروع شو کیتا کو نام داشت چینج بگنم و هر بلای سرت میرینی گفتم تو خالی گپ بزنه. خب مامام کلان است زور داره دیگه مرا یک دفعه خبری چی رقم گفتم تو بگو مگو یعنی اینی تا که تیلا داد که چی رقم شد خلاصه امیم دیستش خورد دیگه. خب که من دم پشت سر که پریدم پشت سر این چیزای شیشه‌ای بود شیشه بود که جک بود که پیله بود هر چیزی بودم شیشه‌ای بود. خب ما کدام یک طرف که پریدم این بچه‌ش این فقط یک خطا. خب اینجا دیگه خطام بود دیستم پر از زخم بود. خب نترسیده بود کی مامان نه یعنی ما از خاطر زی ستاره افغان از خاطر زی آوازخوانی ما تا الان خطر تیر کردیم. خب شانس از ماست دیگه. زمانی که 1 ساله بودم پدر مادر مجبور شدن به خاطر جنگ‌های داخلی افغانستان در پاکستان مهاجر شوند. اونجا مدت 19 سال زندگی کردیم. زمانی که میخواستم دانشگاه را ادامه بدم بسیار سم خانواده‌ام فشار آوردم تا تونستم قناعتشان بگیرم و اجازه دادن و 1.5 سال پیش در کابل آمدم. اینجا که آمدیم پدرم همیشه تاکید میکرد دیگه دختر فقط می دکتری دندانه بخوانی ولی من هیچ علاقه‌ای در پزشکی نداشت و ندارم و نخواهم داشت. تصمیمم گرفتم که در دانشگاه رشته را بخوانم که خودم خوش دارم. من این سیاست بسیار دوست دارم. از همین خاطر حقوق میخوانم. حقوق شوق اصلی است. ولی چون در کنارش موسیقی را استعداد داشتم خواستم از این استعدادم استفاده کنم. از همین خاطر تصمیم گرفتم که ستاره افغان شرکت کنم. میخواستم صدای من همگی دنیا بشنوه به عنوان یک دختر افغان مخصوصاً که توانایی هایی که داخل بانوان افغانستان اون هیچ کس ندیده و من خواستم نمایندگی کمی از این استعدادها باشم. سبک من در ستاره افغان پاپ است ولی کنار پاپ اجرای محلی بسیار دوست دارم. حال هم نوبت اجرای بله صدیقه مددگار. عشق پاکو توکلی مرا کو قد خدا جان
آریانا جان اجرای امشب چطور؟ اجرای بسیار مقبول، پاک، منظم، زیبا. 9 نمره. تشکر است. مانده را باشید که رقم مرز خواندی. 9 نمره زنا بانوان افغانستان منتظر حمایت گرم همگیتان هستند. کد ریدی 7 فراموش نکنید. انتها دیروز است نه؟ انتها دیروز جور شده خدای من وایس پرزیدنت یک کشور ایج خانه در این وضعیت نیست از ما و سو خیش خلاص بریم اینال انتخابات هم نزدیک شده نه دمین انتها را کلیش از خاطر این انتخابات دیگه مجبور است در خانه بشی وقت فرض که طالبان به اوه در کودکی من در پاکستان بودم و در مکتب شروع کردم آوازخوانی را. پدر و مادرم خیلی تشویق میکرد از عرصه که تو یک چیزی میشوی. یک شب خواب دیدم که من هارمونیم مینوازم. از خواب بیدار شدم و این طرف بالشتا ریختم مثل آدینس. هارمونیم را گرفتم خواندم. مادرم آمد گفت چی میکنی دختر نیست پیشا مرد خواب نمیلی. بس ما گفتم مادر امشب من خواب دادم که اول میشم دستار افغان. شبی که من اینجا میمادم در کابل باز پدرم گفت نه تجربه نداری افغانستان وضعیتش خوب نیه بشی دیگر سال برو. ما گفتم منتظر وضعیت کابل افغانستان اگر ما باشیم بدتر میشه ولی خوبتر نمیشه. مدت 3-4 ماه میشه که در کابل آمدیم. پدرم پیسه روان میکنه در این عرصه تلاش کوشش داره که من پیش برم. میخوایم استعدادم برای تمام مردم جهان ثابت کنم که من میتونم مختلف باشم. حال هم نوبت اجرای زهرا الهام است. تشویقش کنید. زهرا جان زیبا اجرا کردی. من اینقدر افتخار میکنم که خودت روز به روز نام خودت چقدر بهتر میخوانی روی استیج. اینال دیگه من از 10 نمره تو رو کم نمیتونم. 10 نمره. هدف من است که فقط این سال یک دختر خانم اول شوه تا دل مردا بکفه. چی شد؟ چی گپ شد؟ الو 1 2 3 چه رقمی گپ شد؟ ما طرف 4 نفر 40 نمره برد میشه. زندگی هیچگاه برای من آسان نبود. 7 خواهر بودیم و در خانه ما بغیر از پدرم کدام مرد دیگه وجود نداشت. یعنی من برادر نداشتم و پدرم چون یک مرد تنها بود برش مشکل بود که 7 تا دختر در مابین کابل در این مشکلات در افغانستان بود کلان کنه. اینقدر جنگا زیاد بود که جان تمام در خطر بود و روز شد که امرای یک انفجار بسیار خطرناک و وحشت از خواب بیدار شدیم که در خانه ما در سر یک درخت راکت خوردم. ولی چون این درخت قدیمی بود و بسیار کلان بود ریشه و ایناش میتونم بگم زندگی ما رو نجات داد. اول پدرم هیچ وقت حاضر نبود که از افغانستان برای میگفت این مملکت ما است، این خاک ما است، هر چی تو که شما از اینجا نمیرم. ولی وقتی که یاد سر رخ داد بعد از او درک کرد که میتونه فامیل خود از دست بده.
وقتی که ما مهاجر شدیم متاسفانه ما باید دوباره از صفر شروع میکردیم. یک دفعه در پاکستان از صفر شروع کردیم، یک دفعه در اروپا. بعد از اینکه طالبان از افغانستان رفتن و سقوط کردن، من دوباره به افغانستان آمدم سال 2011 و از اون وقت کوشش میکنم به خاطر یک تغییرات مثبت در افغانستان کار بکنم. سلام و درود. برگزاری گفتگوهای صلح در شهرها و کشورهای گوناگون و دیدارهای طولانی میان نمایندگان امریکا و طالبان صلح را به داغ‌ترین بحث در داخل و بیرون از افغانستان مبدل ساخته است. اما نگرانی‌هایی وجود دارند که مبادا دستاوردهای 18 سال گذشته قربانی گفتگوهای صلح شوند. بیشتر این نگرانی‌ها را زنان، جوانان، هنرمندان و فرهنگیان دارند. مهمان من آریانا سعید یکی از بانوان آوازخوانی است که با کارهای هنریش همچون یکی از فعالان عرصه حقوق زن نیز شناخته می شود. شما از بانوانی هستین که میتونیم بگوییم یک نمادی از تغییر هستید در افغانستان. اگر طالبان دوباره برگردند چه دشواری‌های دیگری امکان است که فراراه شما باشه؟ ما بسیار شک دارم که تا من اجازه بدن داخل افغانستان. واقعا حقیقت ما امیره فکر میکنم هر روز و ای که ما بتانم هنرنمایی بکنم روی استیج برام کانسرت برام میخوا اصلا قابل بحث هم شاید نخواد باشه. اونا میخواین که یک زندگی غیر نرمال و غیر انسانی را سر ما بقبولانند به زور. چی مواردی را میخواین که در گفتگوهای صلح به او توجه شود؟ اولتر از همه ای که یک خانم حق درس خواندن داشته باشه، کار کردن داشته باشه، حق انتخاب داشته باشه، طفلا حق تحصیل و مکتب رفتن داشته باشن. وقتی است که مسئله را بسیار زیاد جدی بگیریم و صدای خود بکشیم پیش از اینکه دیر شود. بانوی آتش نشینم، زخم ناسور زمینم، بس که درد و سوز و آهم مرگ گوید آفرینم. ما یک سال پیش یک کنسرت داشتم به شهر پاریس در فرانس که یک لباسی که من روی استیج پوشیدم بسیار بر من مشکل ساز شد. فکر میکنم که به خاطر از اینکه یکی رنگ روشن داشت، رنگ گوشتی بود و یک دمی یک رقم ما تهدید شدم و یک رقم سر ما حمله شد که فکر میکردیم مبادا افغانستان سرچپه شدن و اینقدر پشت ما افتاده بودن که یکی از تلویزیونای افغانستان تمام ماه رمضان برنامه فقط درباره ما بود. مولا رو می آوردن و در برنامه درباره ما صحبت میکردن. او باید ممنوع الدخول گردد، او باید کشته شود. این تصویر آریانا سعید در کنسرت در شهر پاریس جنجالی شد. این چنین عمل کرد را نه ما توجیه انسانی کرده میتونیم، نه توجیه اخلاقی کرده میتونیم، نه توجیه اسلامی کرده میتونیم. و اگر افغانستان خود مسلمان میگد این قسم انسان ها بیخی در روی زمین افغانستان باید جای نداشته باشد. بدون شک برنامه امروزی ما در ارتباط به خانم آریانا سعید است. الله میگه حجاب برای شما بهتر است تا شما از زنان بیبندوبار، زنان رقاصه، زنانی که دنبال فحشا و منکرات هستند شما شناخته شوید. معیار تفکیک بین زن خوب و بد مسلمان حجابش است. بعد از 13 دونه برنامه تعداد ملا زیادتر شده و تقریبا 5-6 ملا یک جای شانده بودن و فتوای مرگ من در برنامه دادن، یعنی رسمی از طریق تلویزیون. و ما لباس در روی اولی خانه خود به سر تنه آوار کرده بسته لباس در دارم. خلاص آیا با در دادن لباس ما یا از بین بردن لباس ما مشکلات افغانستان تمام شد؟ منتها یک کاری که کردم، من گفتم من نمیتونم که برنامه رو اعلام کنم پس برم هر چیزی که شد ما باید برنامه رو پیش ببرم. برای اینکه امروز وقتی که من در افغانستان میام در اینجا میشینم یک امیدواری برای یک چند دانه زن میتونم اگر من از این مسائل گریخته برم پس امید از زنها چی میشه؟
سلام بانوی دلها خوبین؟ سلامت چطوری؟ شما خوبین؟ سلامتی؟ سلام. خب چطور احساس داری؟ ما در تمرین اینجا خوب بودیم نه ولی هفته گذشته؟ هفته گذشته ولی سر استیج که رفتیم الله 50% از چیزی که من اینجا خواندم من میجورم اجرای اولیم که باکی بود نه با آسیم من خیلی کار فقط طرف سعی کردم اشاره کردم این قسم زیر سوال تو چرا طرف بچه مردم رو قصد اشاره کردی کی جوری کردی مردم یوتیوب مردم همین دفعه میگن برام رسید تو چرا با ستاره میخندی سه مردم نباش هیچ وقت مردم همیشه گپ میزنن خب مدام برات میگم اونو پرفورمنس های کامرای وسیم مخصوصا بود بسیار عالی بود بسیار مردم خوش کرد او یک طبقه مردم منفی در جا پیدا میشه که هر چیز واقعا ما بدون پرکتیس رفتیم exactly no پرکتیس نداشتیم سه مردم نباش کار خودت بکن فهمیدی در سر استیج داشتن بسیار که از خودت استیج داشتن خودت جذاب‌تر ساخته بر مردم خب اونو برای کیپ کو در قصه مردم نباش ما آریانا جان را میگم بانوی دلها ایشان الگوی ما برای موسیقی داخل افغانستان هستند یعنی وجود آریانا بانوی مثل آریانا به آدم انرژی میده به خاطر که بانو آریانا همیشه بانوی بوده که علیه بی‌عدالت هایی که در حق زنان افغانستان میشد جنگیده سایکو این سر نام برام چی کردن اما جمله که درباره من نوشته شده نی او را هم خط زدن اینقدر عقده ایستن من فکر میکنم یک دفعه جور کردن بس دوباره خط کردن نی فکر میکنم سوای جورش کرده بودم در پالویش عکس رسم یک هنرمند مرد است نی او هم هنرمند است ما هم هستم تا از روی مرا خراب کردن از او را ای چیز نکردن به خاطر که جمله میگه قهرمان من همین است دختر افغان زمین است و امرای جمله قهرمان زیاد مشکل داشتن که چرا مثلا نگاه مردم مرا میگه آریانا سعید قهرمان است ما و زهرا دوستی مونده اینجا شروع نشده ما در پاکستان در یک مکتب بودیم این از شانس عجیب غریبمون ما در کابل آمدیم یک دفعه در ستاره افغان هم دیگر دیدیم در استودیو که هم برای جالب بود هم برای اسما جالب بود بخاطر شد فعلا یک جای زندگی صدیقه پاکستان که بود و قدر حجاب نمیکرد در اول روزی که ستاره افغانی رو دیدم اول نشناختم گفتم تو صدیقه گفت بله از بعد این جرده مخنده کردی تو چطور اینجا ما گفتم تو چطور اینجا آمدی تو غش تصمیم نداشتی میگه من از شوقی آمدم ما گفتم خب خوب است باش ببینیم کدام ما پیش بریم زهرا رو ما مثل خواهر کوچیک دوست دارم نه فامیل زهرا اینجاست نه فامیل ما اینجاست ولی هیچ جای کشور خودمان نمیشه این جای ماست بریم پیجامه لباس واو بسیار مقبول است بازی حتما که پتلون سیاه باید با پشمان بله یک چیز دیگه شاید نه دامنش خیلی نام خدا
زیاد مقبول آمده. تریزدار آمده، خیلی مقبول. پشتش سعی کنم. و برای شما دیگه. چقدر زیبا. لباسایی که به خیر دستار افغان تیار میکنین چقدر تا حالا چی چیزا در نظر گرفتین؟ هر چی که خوش دارین میتونیم ما براتون درست کنیم. میام خیلی شما متعادل است. اوتس عادی؟ اینجا یک چنگک میشه و خود دست نرمال از اینجا میکشی باز اینجا یک چی هر دو طرف یک چی داره. I love it. برای رشاد جان گفتم اینی آبی نیست؟ اینمی. از اینی یکی میخوایم مگم دراست با زمین. صحیح است. عین چیز میشه؟ شما؟ میشه. اینی رو در نظر بگیرین. عین رنگ به خاطر من رنگش هم زیاد خوشم آمد. صحیح است. اوکی. تاثیرگذاری ما بالای خانم‌ها مخصوصا در افغانستان زیاد است. تمام لباسایی که من میپوشم هفته دیگه به بسته دکانا که شما برین در شارع نو لباس است و کلگی اوردر کردم میره خریداری میکنم از عین لباس و بسیاری از مردم این چیزا رو خوش ندارن. از خاطر مشکلات کتما زیادتر است دمی مثلا دستوری افغانم یگان دفعه دایرکتر بیچاره بر من میاد من میگه جان میشه کمک این تو بشینی یعنی ما بسیار جگرخون میشم یادم آمد که یعنی چقدر فشار در سر آدم است که یک زن نمیتونه که طبیعی باشه نچرال باشه به خاطر که من یک چیز اینجا دارم باید خود انتو بگیرم. در افغانستان مشکلات اقتصادی داریم. زنای ما گوش بینیشان بریده میشه. طفلای 10 ساله ما به زور ازدواج میشه. ریپ در اینجا موجود است. خانم‌ها سنگسار میشن بدون که هیچ گناهی کرده باشن. منتها وقتی که موضوع مشکلات اساسی میاد همه یه آرام است. هیچ کس چیز نمی‌بینه. زد از قلب من آتش زبان کم کمکی زد از قلب من آتش زبان کم کمکی گرفته عشق تو ما را نشانه کم کمکی کمکی کم کمکی کمک کمک کم کمکی ماشاءالله همه دست خانم‌ها تازه فهمیدن که حقشون چی است. تازه فهمیدن که باید خودشان بیدار شوند استاد شوند سر پای خود شوند. منتها هیچ وقت یک زن به تنهایی خود هیچ کارم نمیتونه انجام بده تا که زنای دیگه هم راش هم دست نشه هم متحد نشه یک جای کار نکنه. کمکی کم کمکی کمک کمک کم کم کمکی کمکی کم کمکی کمک کمک کم کم کمکی. دخترها ورزشکارا بین از همدیگه حمایت کنیم. ما در کنار دستار افغان ورزش همونم درس ما میخوانم و شما میرقم در گپ مردم نشینی که کلاب نرین دختر نمیتونه. در هر خانه یک دختر دو دختر هر کس که خود خیلی دانه حساب کنه چند میلیون جمعیت میشه. پس نباید کل گیتون بگین که ما کم هستم ما یک نفرم از رئیس ما هیچ کارم نمیشه. و بعد از 13% یک دختر اولش نه این گپ مهمه وگرنه ستاره است. بعضی که اول شد بعضی که روتایتان پس راست میگن. نه ما کنسرت گرفتن شما را تیکتای خاص ویژه واسه بفهمید دم صدقه رای بدیم. خب فعلا در این پروسه واقعا در حمایت دختر بسیار نیاز دارم. و بعدش دیگه باز رقابت میشه بین ما و زهرا. این اول میشه ما دوم میشم. ما دیلم در این موسیقی میگیم بلا میگیری نکنه ریزی نه دیگه ما میخوایم از استعداد خود پیش برو با چشم ما استعداد از تو کمه. چند تو آهنگ بخواد ما ترکت موش میزنم. قبل از اینکه ستاره افغان شروع شود مادرم گفت چرا شرکت کردی نکو آبروی ما رو میبری. این مطربی چی است؟ بقیه که داده کجا رسیده؟ نمیفهمم. تو اگر آوازخوانم شونی تو بهترین آدم دنیاشون آخرش عروسی میکنی خرجت هم شوهرت میدی برای چی تو این راه رو انتخاب کردی؟ مادرم فکر نه که تمام دنیای زن فقط مرد میتونه بشن. یعنی ما از خودمان هیچ هویت نداریم اما عقل و شعور نداریم که بتونیم خودمان برای خودمان کسی شویم. وقتی مادر می حرف زد باز گفتم نه کاری خوبی کردم. زمانی میتونیم خانواده راضی کنیم که ما بخزیم صدایمان رو بکشیم خودمان نشان بدیم که ما این رقم هستیم. بعد مطمئنم خانواده در پشتمان حساب میشه.
عزیزا امشب شب رفتن یک ستاره است، اما پیش از او اجراهای خیلی زیبای دوگانه داریم و اولین اجرای دوگانه هم از عبدالسلام مفتون و صدیقه مددگار از کف بزنین. جون جون یارکم دلبی بام شادیر بسرد نماز شام جون جون یارکم دلبی بام تاخی بسرش نمازی شام اگر از حال من باشی خبردار جون جون یارکم دلبی بام دل سنگت بسوزه به من نیزار جون جون یارکم دلبی بام تمام روی عالم را بگردی جون جون یارکم دلبی بام یا بی مثل من یاری وفادار جون جون یارکم دلبی بام جون جون یارکم دلبی بام بابا چتران صدر اعظم خواست دیگر رقم شدی. خدا پرده کنه که تو دیگه مورم یاد میکنی یا نه. صدیقه جان خوبش خواندی، بسیار آواز چسبید. واه واه. آریانا جان، صدیقه جان من میتونم برات بگویم که بهترین اجرایت از اول تا به حال ستاره افغان. تشکر است. I loved it. تشکر است. خب امشب شما تصمیم گرفتیم که صدیقه مددگار بازم بره با جایگاه خطر و او عزیزه که هنوز هم فرصت داره به شما زیباترین اجرا رو داشته باشه و است عبدالسلام مفتون. قربان شما، قربان شما، قربان شما، دوستتان دارم. سلامت باشید. باز هم کسی که به دنبال عبدالسلام مفتون میره به اتاق ستاره ها زهرا الهام است. و حال هم اسم کسی را میبرم که میره به طرف خانه و است صدیقه مددگار. اول که مقام هفتم اصلا مقام کمی نیست. کسایی هستن که مقام هفتم، هشتم یعنی به اول نرسیدن ولی بین مردم ستاره بودن. انشالله که من در آینده بتونم یک از اون ستاره ها باشم و تشکر از همه کسایی که تا حالا مرا حمایت کردن. خاک پای همگیتان. تشکر. انشالله تصمیه بخیر. انشالله. 100%. اشکال نداره. میخوایم در عوض تمام حمایت از زهرا شود و میخوایم ای اول شود. زهرای ما فرقی نداریم. واقعا از ته دل. زمانی که طالبا در افغانستان سر قدرت بودن این استودیوم جای کشتارگاه از اونا بود. اونا نفران اینجا می آوردن، دست و پایشون قطع می کردن و خرابترین خاطری که مردم از استودیوم داره زمان است که اونا یک خانم آوردن و دکلش فایر کردن و دونمو قسمت حتی امکان داره که چاپ خونش که خشک شده باشد تا به حال شاید باشه.
از این خاطر یک تشویش، یک نگرانی امیال موجود است در بین زنان، مخصوصا که طالبایی که امروز هر قدرت میخواد شوه اما طالبای باشه که 8 سال پیش بود و گارانتی از این مسئله در کجاست که نگفتم طالبایی که میآیند دیگر رقم طالباست. اول خود زنا در مذاکره سال داخل نیستن امیاله. دو زنایی که 18 سال شد که کار کردن، زحمت کشیدن، دستاوردها دارن، آیا دستاوردهای از اینا هنوز هم حفظ میشه و یا خیر؟ یک دکتر که دکتر است، یک زنی که سرمعلم است یا بزنس میکنه، بسیار به تشویش هستیم همگی ما از وقتی که افغانستان آمدیم بزرگترین آرزوی من بوده که من یک کنسرت در اینجا داشته باشم. من میخوایم که یک کار بکنیم که امو خاطره خراب از فکر مردم دور شوه و با یک خاطره تازه و نو از اینجا آغاز بکنیم که موسیقی باشه. در این سال یگانه چانسی است که ما اساس یک جشنی را میگذاریم، که از ما گرفتن اوره. 700 سال دیگه کار شده که این جشن‌ها را از ما بگیرن و ما به جشن‌های رو بیاریم که بومی و سنتی و تاریخی خود ما نیست. در صحبت‌هایتان غازی استادیوم صحبتش شده؟ بله، همین برنامه بزرگ مردمیه که در استادیوم کابل شوه مطرح است که البته باز ببینیم که همین شکلگیری اوضاع چطور است. اگه صلح باشه خب گپش جور است دیگه، خودش اونا باید اکسترا ایره جشن بگیرن. شکلگیری اوضاع سیاسی در افغانستان طوری است که در این سال احتمال از این میره که یک صلح به وجود بیاره که امیدواری کل مردم افغانستان است. در این سال برنامه را که با حضور شما در اوجه برپا میشه، او برنامه بسیار مهم است که دیگران داده نمیتونه. این کار نه سیاستمدار میتونه، این کار نه کسی دیگه میتونه، اینمی هنرمند ما میتونه که به خاطر که در دل مردم جای داره و شما این لبخند میتونین برشان هدیه کنید. ما خب obviously همیشه که افغانستان میاییم یگانه گول زندگی ما است که یک چیز مثبت در افغانستان انجام بدیم، نه؟ و اینمی از این که در مثبت دیگه هیچ چیز نمیتونه شوه، نه؟ از نگاه کلتور، فرهنگ، لبخند آوردن، خوشی بر مردم، از هر نگاه یعنی یک چیز فوق العاده است و ما 100% این دلچسپی دارم. بخیر جانتان جور باشه. من فکر میکنم که امسال در 100 سالگی استقلال افغانستان، چون جشن مردم افغانستان است، ما شما در استادیوم کابل کنسرت خود برام اندازیم. چون خدا زبان رو نیک کنه. خب بچه میشناسین یا نمیشناسین؟ مطمئنین؟ من مثل شما پارسال دمی کورسا میخواندم ولی فعلا ستاره افغان شرکت کردم. بعدم مقام هفتم گرفتم ولی سر از این هفته مرحله خوششانس شروع شده. شما از ما حمایت کنید. روزی که ما به جای رسیدم، از مردمیم، از جوانان، از نوجوانان حمایت کنم. بخاطر که من در شرایطتان بودم فعلا در این را قدم گذاشتم. 7 را در 86 56 روان کنم. بدون مصرف بدون. باید خوشبختانه بگم کسایی که از برنامه رفتن یک شانس دیگه دارن که برگردن و این مرحله را میگن مرحله خوششانس. ما تا قبل از این هیچ کمپین نکردیم. کلش بوده رای خود مردم بوده. ولی کورسایی را که خواندم ماشاءالله جمعیتشان بسیار زیاد بوده. و اگه ما بتونم کمپین حضوری داشته باشم و از این حمایت کنن، میتونم دوباره برگردم و گپ خوبی است که کسی که در مرحله خوششانس میه همیشه تا فاینال رفته. اجازه است برم داخل؟ اوکی. تلاشی بدم یا بازم؟ حمایت، رای، پشتیبانی شما میکنین یا نه؟ نشنیدم دیگه. تا باشد امسال بعد از 13 سال که بچه ها پشت سر هم مقام اول گرفته، این بار صدیقه مددگار اول شود. صدیقه مددگار و زهرا الهام. یگانه برنامه معتزل و ستاره شیطانی ستاره افغان است که دستگاه تولید فاحشه است. در طول 14 سال دخترانی که توسط این برنامه پیش رفته و مشهور شده فاحشه و بی آبرو شده‌اند. اگر می خواهید در گناه اینها شریک نشوید، به صدیقه مددگار و زهرا الهام رای ندهید. یک قماندان است که ما و زهرا را اخطار داده
گفته این دو دختر را ما ترور میکنیم، ما میکشیم. بر من 2-3 شب پیش زنگ زد پدرم، گفت که بچه‌م تیر مرا ستاره افغانی، تیر مرا از این نام هیچ، فقط تیر مرا بیا پس پیش خانواده بریم پاکستان. و مرا سر یک دوراهی قرار دادن، یا خانوادت یا ستاره افغان. یعنی گفت که در مرحله خوششانس هم دیگه شرکت نکن، هم پدرم هم مادرم. الان هم گرم میگه استای دیگه خواهم داشتم تا گرم بید من در خانه شده بودم تمرین میکردم. یک زنگ آمد، تا که زنگ بالا کردم نه سلام نه کلام، بسیار فوش و بسیار توهین داد با من. گفت خودم میایم تو رو میکشم، امرای چاقو نمیفهم، تیزاب بالای روی پاش میتونم که فلان. اصلا باور کردم چون دقیق اما آدرس ما گفت. به حدی من ترسیده بودم که بسیار حالتم خراب شده بود و من یک دفعه تو بیهوش شدم و دیدم که در شفاخانه هستم. خصوصا به خاطر از اینکه یک دختر هزاره هستیم، چون هزاره ها در چند سال بسیار نسل کشی شروع شده و خیلی وقتا به خاطر هزاره بودن ما و صدقه همیشه تهدید میشدیم و بیخی خسته هستیم. ای بابا حالا هیجانه که خیلی مثلا دیشب ایسه خلان هفته هماش خواه میزیرم که خدا در برنامه میم نمیم. اگه نیم باز جوابی همه رقیب را جواب خواهم مادر چی بگم و تمام مردم مبارزه و تمام اصول و قواعد جامعه را زیر پا بیل و به دستاریوان شرکت کنم. چون هر کس به بسیار پیش مره، هیچ که نره تا هم سوم میشه، هر کس که در مرحله خوششانس به. دور خوششانس است. امشب از میان 8 ستاره 1 ستاره با بیشترین رای خوششانس میشه و دوباره به برنامه برمیگرده. از همه ستاره ها خواهش میکنم که روی استیج تشریف بیارن. این 8 ستاره ما یک بار دیگه فرصت داشتن تا به کسی که شما شاید دقت نکردین و متوجه نشدین رای بفرستین دوباره تا با برنامه برگردن. نجیب الله استالفی و الیاس زهین در سبک رپ متاسفانه هر دوشان به برنامه برنگشتن. تشویقشان کنین دوستان. حامد محبوب و حمید عزیز متاسفانه برنگشتن. صدیقه مددگار هنرجویی که با جرأت و جسارتش شهره شد و با اجراهای خوبش تانست تا مراحل پیشتر برنامه بیاید و طرفداران زیاد بر خودش کسب بکنه. صدیقه هم متاسفانه برنگشتن. تشکر از کسایی که مرا تا این مرحله حمایت کردن. دوستتان دارم. و او ستاره که در دور خوششانس دوباره به برنامه برگشته او است فیروز فاضل.
صدیقه اولا انتخابایش خوب بود ولی کم کم که پیش رفت آهنگایش دیگر رقم شد. باز من گفتم این آهنگار انتخاب که باز گپم گوش نمیکرد. امیدوارم که من متونه شوم مثلا دارای بلند برم و در چهارم بپرم یا در سوم بپرم. اول خود رقابت با صدیقه داشتم چون هر دویم و دختر بودیم و مردم هم رأیی که میداد دو تقسیم شده بود. یک تقسیمش به من میرفت و یک تقسیمش به صدیقه میرفت. باز حالی که صدیقه رفت کسی دیگه رقیب من نیست. اگر تا مثلا دوم و سوم اگر برم خیلی خوب است. خب من هدفم اول است. اگر انشالله اول شوم میتونم زیادتر فعالیت کنم، کنسرت بیتم و هیچ دختر تبال با هارمونیا سر استیج نخوانده ولی من میخوایم با هارمونیا طبله یعنی باید ثابت کنم که یک دخترم میتونه هم بنوازه هم بخوانه. محترم دیدارت ما مجلس دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان. روز جهانی زن با همه‌تان از صمیم قلب تبریک میگم. زیاد وقتتان نمیگیرم و وقت کاریانا باشه چندان علاقه باز با ما ندارین. فقط تبریکی هم میگم براتان. نه تنها او طفلی را که بزرگ میکنین از او قهرمان جور میشه بلکه خودتان قهرمان است. یا دیگه پیلوتای ما که دوش و برادرایشان هواباز هستند. دیگه افسرهای ما در هر رشته های دیگه که هستین سر تک تکتان سر فردتان افتخار میکن. ای شما یا ماریانا. تشکر. سلام ویژه بر تمام میمانای محترمی که اینجا تشریف دارن. ما میخوایم بگویم که ما واقعا احترام بسیار فراوان و بی پایان مخصوصا برای قشر شما دارم. برای از که یک دلیل که امروز اشخاص مثل من به افغانستان میتونن به دل باز با جرأت بیاین و اینجا خدمت بکنن، کار بکنن، دلیل بزرگش شما هستین. و من همچنان یک گفتنی برای از او جامعه دارم که هیچ وقت تا به هنوزم قبول نمیکنن که زنا یک قسمت بسیار بزرگی از این مملکت تشکیل میدن. حتی در اینجا شانه به شانه مردها در جبهه تا میرن میجنگن و خانمای افغانستان اونما قدر حق دارن و اونما قدر قسمت بزرگی از این جامعه است اما قدر کونا هستن. تشکر یک جان از شما. شما عکس گرفتین؟ کسایی که عکس گرفتن باید برید. کسایی که عکس بفرمایید ما اتاقا را براتان نشان میدیم. یکیش خرد است یکیش کلان. اون طرف 3 اتاق است. ما فقط یک اتاق لازم داریم، باقیش ما لازم نداریم. هم یک اتاق بر ما کفایت نه. بفرمایید. خیلی یخ نیست اینجا. زمستان است. بعد از ستاره افغان دیگه نمیتونم با زهرا جان در گست هاوس طلوع یک جای زندگی کنیم. خوبه. فعلا دنبال یافتن یک خانه کرایی هستم. طرف آشپزخانه و تشناف چی داشتم اگه بفهمید. الماری همه چیزش مجهز هستن.
یک دونه آشپزخانه داره؟ بله یک دست. بفرمایید تشریف. خب کدام اسنادی چیزی میخواین؟ اسناد تذکیره پاسپورت چیزی اگر دارید؟ من پاسپورت تذکیره دارم، شما را نشان میدم یک دفعه، ولی 20,000 فکر نمی‌کنم خیلی زیاده. بخشی یک اتاق ما قرار نیست که لاولی رو بگیرم. دوره بعدی که آمدی انشالله بیادرت بیار. چرا؟ به خاطری که زنا رو نمیتین، اگر با بیادرت اگر قرارداد بکنیم میشه. زمانی که من تازه وارد هنر موسیقی شده بودم، من تصمیم گرفتم که برای کسی نامزد شدم و بسیار سر مسئله آوازخوانی و مشکلات در فامیلی زیاد شد. اساسا مشکلات ما به حد رسید که نامزد ما بر من گفت که یا هنر موسیقی یا من، و من نمیخواستم بدون هنر خود زندگی بکنم و مجبور شدم که از نامزد خود جدا شدم. پاپی پاپی جان بیبی قندور بیبی گک های مردستا بیبی ناز نظری هستی بازار نه. حسیب جان برای چندین سال منیجر ما بود، دوست بسیار خوب ما بود، امروز پارتنر زندگی ما شده و کوشش میکنه که ما هر دوی ما یک جای بتونیم کارهای خوبی در افغانستان بکنیم بخاطر مسائل زن. ما در سالهای اخیر میبینیم که ما نامخدا چقدر خانم‌های هنرمند خوب در افغانستان داشتیم که واقعا هر کدامشان بسیار 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 مشکلات حتما دیده باشن که هنرمند شدن در افغانستان. در این روزها یکی از آهنگار امرایش آشنا شدم که یک خانم بوده به نام هما و بسیار هنرمند خوب بودم، منتها وقتی کارسی کرده دیگه اجازه ندادنش که آهنگ بخوانم و بسیار جگرم خون شد و با دل ما یک چیز گشت، ما گفتم که این آهنگ ما باید بازخوانی بکنم. ما سرمل شو ساده غمونه داد بدردا شون ستمونه غم کما غم کمی سنم تا چی رضایی مینه زما زما دمینه دنیای مینه زما زما دمینه دنیای. خب تو راستی چی؟ خانم پالدی چی شد؟ دو سه جای را رفتیم سیل کردیم. خب بارت میشه اول خود تنها خانه نمیگن، میگه تو دختری مو که دخترها طرف نمیشی، باید یک مرد مقابل تو باشه. امی که بفهمه که استاره افغانی کرایه را 2 برابر کنه، به خود خانه مناسبش گیر نمیاره. پاکستان نمیری؟ پاکستان چیکار؟ ما دست بدبختی از پاکستان اینجا ما مشکلات مردم قوم خانواده رو تحمل کنیم، ولی پس برم پاکستان که پس ما رو در خانه زندانی کنه بیش دیگه میینجی. روز بود خلمان ده شاید دوشمشیره رفتم خب برای لباس خریدن برای مرحله خان. از پیش یک نفر تیرش 2 نفر ما شناخت که ما زهرا رو خب باز گفتی نمون ستاره افغانی نمون دختر فایشن اسم ما تارس خوردم خب او که جیغ زد دیگه تمام نفرها خبر شد که ما زهرا الهام از اونجا یک رقم خود کشیدم تارس خوردم گفتم چیز کار کنم. این نشان میده که تو الان محبوب شدی. خب
فقط از جنبه مثبتش ببین. دختری هستی که سن سالت کمه ولی اومدی در روی بزرگترین استیج موزیک افغانستان میخوانی. گفتم لباسای خود را صحیح انتخاب کنی، آهنگای خود را صحیح انتخاب کنی که در مراحل اساسی حرفای تو باید یک چیزی باشه که مردم جذب کنه. یک اینطور اما دل مردم بکفه. او دفعه اول خیلی خوب بوده ولی دیگه لطف زیاد تکرار نکنی که باز دل از تو رو بد رقم میکفانه. چیکار دیگه؟ ما رو ببریم بخیر. شانس زیاد داره. استاد چی شد کمپوز استاد؟ ام ستاره امتحان خلاص شوه که من راحت شوم. باز مچ میکنم. تیار میکنم برات. دونت وری. اوکی؟ ما برات وعده دادیم. استاد کمپوز خودت هم می‌رسن یا نه؟ آه کمپوز ماست. آهنگ چه رقمی باشه؟ این استاد مثل ازی کمک خوبش بود استاد. این یک چیز شاد باشه. شاد باشه ریتمی. تو یک ببر. این چی وقت جور کنی. ما اصلا گفتم 100% اوت میشم چون خیلی از استعدادا بود که مرا واقعا ترسانده بود ولی اونا رو که دیدم باز گفتم آریانا سعید که تانسته تا این مقام که پیش آمده من هم پیش میرم. باز آمدم بخیر دو بهترین رسیدم. لا 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 دنیا گذران و کار دنیا گذران دنیا گذران و کار دنیا گذران خوش پیر شوه ایار جوان خوش پیر شوه ایار جوان من نغمه سرای دل عاشق پسران بیگانه غریب و ملک بیگانه غریب بیمارم و بیکسم نه درمان نه طبیب مادر و دادر که دعای خانه بیگانه چی داند که چی شد مرد غریب دنیا گذران و کار دنیا گذران خوش پیر شوه ایار جوان من نغمه سرای دل عاشق پسران. زهرا الهام و وسیم انوری. و این بار هر دویشان مساوی هستند. تو رو 20 دفعه گفتم ببین تنها بیننده های تو ایرانیه صدها هزار نفر تو رو میبینه. بابا کمی انرژی مثبت اصلا تقسیم شد. تو اولم شونی ستاره دومم شونی ستاره خب نمیفهمی چیز دلم درد میره سر استیج آدم مره خب دخترها آدم تشویق نه تو از بین صدها هزار نفر انتخاب شدی هم در فاینل مرا تو اوت کردی دیگه از چی میخوای دیگه؟ آنو محبوب را اوت کردی این فیروز اوت کردی یک وسیم هم مانده دیگه بیشتر از چی؟ اول تو چی فرق کنه؟ خب عزیزان داخل این بکس نتیجه آرای شما است. شما آماده هستین؟ به حال کسی که برنده مقام اول جشنواره 14 ستاره افغان شده او است کسی که تندیس پیروزی را به خانه میبره. شما آماده هستین؟ برای اولین بار یک بانو از زهرا الهام.
سهیل باختری تندیس پیروزی رو برشان تسلیم میکنن. بفرمایید. حالتون مبارک باشه. اصلا امیدوارم هستم که حق و عزت از این بدونین و زحمت بکشیم با موسیقی کار کنیم که انشاءالله که آوازخوان بسیار خوب افغانستان ما باشه. اولی رو میگم که حسودا دلش کفید یا نه. واقعا اینقدر خوشحال هستم که نمیتونم با چی کلمات احساسات خود ابراز کنم. و این مقام اولی را من نماینگر از تمام کل دختر افغانستان گرفتم. امروز زهرا الهام اول نیست بلکه تمام دختران افغانستان اول است. دوستان عزیز، صلح هم در راه است. آرزو میکنیم که صلح آینده ما ستاره افغاندار باشه. تا دیدار بعدی که میبینیم یا نمیبینیم، خداوند یار و نگهدار شما. I was praying the whole time because from Zahra Babara, I voted for her secretly. So I'm so happy. Really. I'm really excited right now. I don't know what to say. واقعا تاریخ ساخته شد برای اینکه در طول 12 سال هیچ وقت یک دختر نبرده بود و اولین بار مردم یک دختر را حمایت کردند. This is change. This is change in Afghanistan and I'm so happy. باشی سلامت باشی. مطابق دارد میفهمد که رای وسیم خیانت شده کیسته. طلوع خیانت کرده ما اتهام نکردیم که بگر در برای وسیم خیانت شده کیسته. من نمیفهمم چرا اینا اینطوری نه؟ زهرا دلایشون کفید. مېرمن اریانا سعید ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسو ته معلومه ده چې د سولې پروسه د مهال ډېره په تیزۍ سره مخ کیږي. ستاسې اندېښنه د طالبانو پر راتګ سره به څه وي؟ آیا ښځې به بیا هم همدومره ازادي ولري؟ یک چیز مسلم است که تمام افغانستان، تمام مردم فعلا صلح میخواین. همگی تشنه صلح است. ولی یک چیزی که قابل قبول برای مردم عام به شمول شخص خودم نیست است که مذاکرات صلح جریان داره ولی بدون در نظر داشته نظریات مردم. خانم‌ها 50% نفوس افغانستان تشکیل میده و همگیشان با این مسئله مشکل دارن که آیا اونا وقتی که یک قسمت از دولت میشن آیا زنان در افغانستان رقمی که فعلا هست قبول میکنن یا ای که تحت قیودات و تاثیرات خود خانم‌ها را میگیرن مثل سابق واره. مذاکرات صلح که بدون حضور خانم‌ها به وقوع بپیونده و یا ای که بدون نظر داشته مردم عام واقعا قابل تشویش است از نظر من. وقتی که ستاره افغان برنامه تمام شد، حسیب جان اپروچ شد که 100مین سالگی استقلال افغانستان اونا جشن بگیرن و در این جشن دمو غازی استادیوم یک اجرا داشته باشم و خوشحال هستم که تمام مراسم برگزاری از این جشن و این کنسرت اونا میخوان که حسیب با عهده بگیره و حسیبی کار بکنن. I have moved everything on that side of the castle. Okay. So the firework will actually come up above here. Let me show you that. We tested a couple of things. Yeah, no, this is it. Yeah. So we want this to be like the crown of the palace. Yeah, we can have a drone all the way like 400 meters away and looking above to the city. کنسرتگذاری در افغانستان بسیار چالنج‌های خاصی داره. ماها قبل باید آدم پلان خودش شروع بکنه، با مسائل امنیتی باید آمادگی داشته باشی، تمام نهادها را باید با خبر بسازی و در عین زمان گرچه یک نهادها با خبر میشه باید مطمئن بسازی که انتحاری‌ها با خبر نشن. کسایی که میخواین که بیاین تو را از بین ببرن خبر نشن. مثلا کنسرتی که من خودم برگزار کرده بودم و آریانا جان تا زمانی که بالای استیج باز می آمد دیدن نمیتونستم و من زمانی که میخواستم برم یه متوجه شدم که آریانا را من
دیگه نمیتونم تازه من این بالای استیج بیا و ای که ما اون روز مرگ قبول کرده بودیم فکر میکردیم که اینمی رفتن است ما دور خوردم و برگشتم و ما و آریانا خداحافظی کردیم. فعلا ما در بامیان روی بروی بودا و شمامه و سلسال قرار داریم و فعلا هم یک برنامه خیلی کلان که ما سالها منتظرش بودم بالاخره رسیدم جشن دنبوره و هنرمندا زیاد است و واقعا مردمش فرهنگ دوست داشتنی آزاد. شاید خیلی از طالبا فکر کنن که مثلا موسیقی یک چیز شیطانی است و کسی هم شرکت نمیکنه و کسی هم دوست نداره. طوری که میبینین خیلی از علاقمندایم خیلی از حریفایم بازم که حریف هستن به خاطر تماشا کردن آمدن که ببینن چی اجرا میکنن. Thank you. Zahra. سلام و سلام خدمت دوستان عزیزی که اینجا قرار دارن. واقعا خوشحال هستم. واقعا خوشحال هستم. دل دارم دل دیوانه دارم راه بسیار و جانم دارم راه بسیار و جانم دارم مرا دیوانه کردی آخه راه سوانه کردی آخه ظالم یارم روشن شیری ریحانه کردی بیا خوش آمدی. خوش باش. در بیار کفشایت عزیز. خانه خوب خواست دیگه. شاید چطوری؟ چه خیلی وقت میشه ندیده بود. این اتاق فرزانه خودم متقیم. ها. این اتاق قسم است. قشنگه. اینا کی؟ این تو شگوار کن. ما بشیم. از اونجی قدری طرف خانه گشتیم تا که فاینالی اینجا پیدا بودم باز اتاق خوب جای است. نلبیش. های خود دیگه کجا بودی قزر؟ تو کجا بودی بچهش؟ من از پاکستان بعد از سر افغان رفتم چیز بامیان. خوب کنسرت ها بود دیگه یک قد تشویق شدیم میفهمی؟ چیز جای از ما خیلی دیگه دو کمپوز که آریانا سعید داده بود به من نه؟ که یک کمپوزش دیدی دیگه نه؟ که 1 میلیون ویو گرفته نه؟ بچهش خیلی ویو گرفته 1 میلیون شد. بفهم او که در اینج پخش شد هیچ کس از تو توقع نشد. یعنی کلگی گفت نه زهرا بخون نه قبولش ده ولی بعد از اینکه کلیپت کشیده شد کلگی میگفت نه اصلا اوت نیست. نه واقعا کمپوزش خوب بود. با اجازه میدان فوتبال لگیدی این خیلی خینه با قرآن از یک میره میگیم خینه بایزاده آینده است بسیار تاریکه که در زرق موصله که زرق سریقه نمیتر مندی کیونه بیا ما قشایت کنم به خدای تو رنگ میگیره نه که ترکو لبای تو برای تی چیز جور شد زد اس از ما کجایی چرا نام از ما اونجا میگه خور راست میگه ما زیاد نرفته اس آر سیوان نیسته
نه لای رونالدو ما خوش ندارم. آر نیشته؟ ما مسی خوش دارم. بی سلیقه. تحولات سیاسی در امریکا این پرسش را مطرح ساخته است که روند صلح افغانستان به کجا کشانیده خواهد شد. اما یک عضو شورای رهبری طالبان توافقنامه دوحه را تسلیمی امریکا در برابر این گروه می‌داند. امریکایی ها و دیگر خارجی ها که به کشور ما آمده بودند، آنها از کشور ما در حدود 14 ماه بیرون میشن و گفته بودند که در پرتو قرآن و سنت به پیش میریم. در کجای قرآن و سنت آمدن شما نشان بدین که جهاد است. یک افغان دیگر میکشه. در یک هفته 600 حمله را انجام دادین در 20 چند ولایت افغانستان. 210 نفر غیر نظامی ها کشته شدند. چرا خشونت ها کاهش پیدا نکرده؟ همین طبیعت جنگ در همون طور است. همین جنگ سر ما تحمیل شده. At least 63 people were killed, including children. Suicide bombers struck inside this wedding hall in Afghanistan's capital, Kabul. The guests were predominantly from the Hazara Shiite Muslim minority. It was the deadliest attack in Kabul this year. The attack cast a shadow over celebrations to mark Afghanistan's 100th anniversary of full independence from British rule. بس هم اتفاقا فقط به غرب کابل میفته، طرف قسمتای مردم هزاره. خون فامیل از مرده بعد عوادت شد استقلال. از یک طرف تمام برنامه لغو شده، برنامه‌های اینم فهم 28 ساعت به تعویق انداختن. راه باشه صبح بخیر تیر کنن. میخواد میترسم برن. جنجالای زیاد بوده، گرچه که اجرا کننده اصلی از این برنامه آریانا جان می باشه و به مو دلیل بود که من قبول کرده بودم که برنامه را مدیریتش به دست خود بگیرم، لیکن جالبی شد در آخری لحظه امر شد که هیچ خانمی در این برنامه اجرا نمی داشته باشه. فعلا صحبت‌های صلح جریان داره. همراه طالبان صحبت دارن که اگر شود صلح شود و یک قسمت سیستم دولتی شود. جالبی است که سیستم از اونا وقت شروع شده. ما یک برنامه بزرگ داریم برای تجلیل 100مین سالروز استقلال افغانستان و بزرگترین هنرمند فعلی افغانستان، کسی که بیشترین شهرت داره، کسی که برش بیشترین تقاضا است، از خاطر یک 5 تا در سر جامعه 90% جامعه او را نمیبینن. در حقیقت ما پشت سر روان هستیم. این انفجاری که شد، مردم کشته شد، واقعا قلب انسان میشکنه و ما وقتی که کار شد نمیخواستم در غازی استودیو دیگر کنسل بدم و در عین زمان خود نفرایی که امرای رئیس جمهور کار میکنن پرفورمنس ما رو کنسل کردن. من هیچ سپرایز نمیشم وقتی که ایگا پا سر من میشه. سالهای سال است که من مبارزه میکنم، زمانی که هیچ کس فکر نمیکرد من بالا شدم بر استیج و آخرین کاری که میتونستم کرده همی بود از طرف خود من حیث یک زن، من حیث یک اکتیویست که واقعا من دوست دارم که انسان ها به حق خود برسن، افغان ها به حق خود برسن، مخصوصا طبقه زن که واقعا به اینجا بسیار بیچاره است و از تمام حق خود محروم است. من آخرین کوشش خود کردم از این باز اگر طالبان افغانستان بیاین و اگر اونا یک قسمت از دولت شوند من دیگه هیچ وقت اجازه ندارم.
به افغانستان بریم، ولی حداقل رسالت خود انجام دادیم در مقابل مردم و آرزو داریم که اونا رو سرشون بلند ببینم، اگر من باشم و یا نباشم. دا وطن افغانستان دی، دا عزت هر افغان دی، کرد سوله کرد توله، هر بچه قهرمان دی. دا وطن دی تولو کرده، دا بلوچ و دا ازبکو، دا پشتون و هزارا، دا ترکمن و دا تاجکو، در سرا عرب گوجر دی، پامیری یا نورستان یا راهوی دی قزل باشتی، هم ایمان هم پشیان. من آمدم در دنیا نقشی داشته باشم. من نه طالب کار دارم، نه داعش کار دارم، نه تهدیدات امنیتی را کار دارم، نه ایچی. من میخوایم ماستریم دکترایم از اینجا بگیرم در رشته حقوق. میوزیک را میخوایم ادامه بدم در کنار درسایم. و از این طرف در رشته ورزشم اولین مدال آور المپیک طلا که تانست دختری نیاورده در این کشور خواهیم باشم. خدایش اگر وقت خودم فکر نمیگم هیچ امکان داره، یعنی چرا امکان داره، به خاطر که فقط اراده خودم هست. ما هیچ وقت فکر نمی‌کردم که طالبان به این آسانی افغانستان بگیرن. ما یک آرمی قوی و خوب داشتیم. ما یک رئیس جمهور داشتیم که بر ما وعده میداد. واقعا بسیار شاک بزرگ بود برای همگی. طالبان یگانه جایی که هنوز داخل نشده بودن میدان هوایی بود. ولی فایر میکردن، فایرهای هوایی و زمین و هر طرف فایر میکردن که مردم نمانند به داخل میدان بیاید که بگریزند. حسب جان مرا گفته که ما چاره نداریم، باید بریم. در طرف دیگه میدان طیارهای نظامی امریکایی از اونجا پرواز میکنن. یک ریسک بسیار بسیار کلان است. منتها من فکر میکنم که اگر ما برسیم شاید خدا کمک کنه برای قلب ما 180 درجه میپرید. در دل خود میگفتم که اوکی من خو حجاب در سرم است و پوزم پیشاندگی است و طالبا یک زن نخواد بگوین که روی در لچکو که ما ببینیم کی هستی. ترسم بیشتر از حسیب بود که حسیب نشناسم. در میدان جای پای نبود، هوا نبود که آدم نفس بکشه، اکسیژن نبود، بسیار یک وضعیت خراب. و من فکر کنم بعد از 4-5 ساعت پیش گیت رسیدیم. ما واسه جانی وضعیت که دیدیم گفتیم
در تیاره خود جای نیست که ما بالا شویم. ما چی کنیم؟ که یک دفعه دیدم اسکر امریکایی سینمات اشاره داره و دست خود بالا کردم گفتم لطفا من کمک کنیم. در این صحنه یک دفعه یک ترجمان افغان بر از اسکر میگه یک هنرمند بسیار کلان ماست و این زندگیش در خطر است، این باید ما کمک بکنیم. ما 2 نفر آخر بودیم که ما را در پیش تیاره رساندن. هیچ نمیفهمیدم چی فکر کنم. بسیار زیاد شاک بودم. قلبم راستی شکسته بود و هیچ باورم نمیامد. فکر میکردم که هنوزم در خواب هستم. این نمیتونه راستی باشه. This is Herat. Apparently, this young man, he was listening to music. Oh my God! And they're dragging him on the street? No, they're beating him up. Oh my God! Oh my God! This is the new Taliban. There's a group of them, right? Yeah. 2 or 3 people are holding. Oh my God! And they're holding him above the ground and beating him. It's so scary. If they caught us like that, they would have shot us right away. Yeah, I mean, this poor guy, he was listening to music. Exactly. They probably would have first put you in front of a camera and maybe gotten you to, I don't know, speak positively of Taliban. Honestly, it's like a nightmare that I'm just not able to wake up from. Unbelievable. از روزی که ما از افغانستان برآمدیم و طالبا سر قدرت شدن، خواهش ما از دنیا امی بوده که طالبا را باید به رسمیت نشناسن. برای که زن اگر از نگاه طالب باشه اصلا باید هیچ نباشه و در پالی از او در رأس وزارت‌های کلان اینا ملا رشاندن. این جنگ در افغانستان یک چیز طبیعی است که ادامه می‌یافته به خاطر از اینکه طالبا نمیتونن که یک دولت پیش ببرن. مشکلات ما بزرگتر شده میره. این واقعا قابل قبول برای هیچ کس باید نباشه. لحاظا من مصروف کارهای خود هستم و این کارها را ادامه میتونم. کنفرانس های امرای مرجع بزرگ دارم که هنرمندا را از افغانستان کوشش کنیم بکشیمشان. برای اینکه یک تعداد بسیار بزرگ هنرمندا داخل افغانستان یا بند ماندن و موسیقی در اونجا منع شده. طالبا برای هنرمندا گفتن که یک کار دیگه بر خود پیدا کنن و این استادا را اگر ما از افغانستان نکشیم اینا نمیتونن که اونمو عالی موسیقی را از خود پس بکنن برای یک شاگرد دیگه. اوضاع افغانستان اصلا خوب نیست و تا آخرین توان خود کوشش میکنم که باعث امیدواری و دلگرمی بیشتر بر مردم شود. کوچه اول نه کوچه دوم دوست راست. اولش نه دومیشه. اولین کسی که زنگ زد مادرم بود. گفت کل جای بسته کردن و تا پروازها و چیزا رو بسته کردن. و من قاچاقی آمدم، یعنی زمینی. وقتی زمینی طرف پاکستان میایی یک راه فکر کنم چمن است، یک راه ترخم است که بسیار راه دشوار است، خصوصا برای یک دختر خانم. و من برقه پوشیده بودم، 2 چشمم فقط فهمیده میشد. این میرقم فقط امو 2 چشمم طالبا رو میدید که چقدر لطکوب میکردن امرای چوب و این چیزا. اونا اصلا فرصت گپ زدن برای خانما نمیتن، خصوصا آوازخوان دیگه در نظر از اونا که ما بخی کافر یک قسم نامیده میشم، ولی پوت پنهان امو رقم آمدم.
فعلا خب زندگی میگذره ولی من نمیفهم که چه قسمی میگذره چون کل چیز از پیشم رفته و من کار کردن نمیتونم. خصوصا دوره سال افغان بسیار زیاد پشتش دق شدم، خصوصا از پشت صدقه و آیان جان سعید. آمدن طالب وحشتناک و به معنی نابود شدن جامعه، مردم، هنر و فرهنگ چیزاست. ولی باز هم هر چقدر تاریکی بیایه، هر چقدر بدبختی رو ببینیم استادگی میکنم و چیزی که نتوانم باشم میکنم به حیث یک زن، به حیث یک کسی که آواز میخواند او فضای مهاجرت تا جایی که من نفس میکشم میخوانم و احساس خوشحالی میکنم که دختر خانمایی که در افغانستان کسی صدایشان نمیشنوند، من از طریق موسیقی خود، از طریق شعرهای خود صدای زنها را بلند کنم و الگوی صدای زنها باشم. نصف شب است. میشنوین صدا رو؟ از چند ساعت ای صدا آرام نمیشه. اصلا دشمن معلوم نیست دشمن ما کیه. خب هیچ معلوم نیست ما با کی می جنگیم، جبهه ما با کیه. حس خیلی بدی دارم، ترس، بیچارگی، مظلومیت و این حس تک تک هموطنایم داره. این حس الان در تک تک وجود همه کسایی که صدا رو میشنون دارن. خردسال، کودک، مادر، پدر و هیچ کس هیچ کار از دست ساخته نیست. نمیفهم کسایی که ما انقدر دوریم از میدان هوایی ای رقم صدا رو میشنویم، کسایی که نزدیکن اونا چه حسی رو دارن.